السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه قصه را شروع کنیم خواهش میکردم که کسانی که قصه را گوش میکنند به رفیقان و دوستانشان روان کنند انشاءالله. و از کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات داشتند در وقت حج سوید ابن صامت بود. این هم یکی از بزرگای عرب بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوید فرمود میخواهم با تو سخن کنم، آیا گوش میکنی؟ سوید گفت نه نمیخواهم، گوش نمیکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چرا؟ سوید گفت من سخنانی دارم که از سخن تو بهتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پس گوش میکنم، سخن کن من گوش میکنم. سوید سخنان لقمان حکیم را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نقل کرد. سوید یک چند نسخه از سخنان لقمان حکیم را داشت و سخنان لقمان حکیم به دو تقسیم بودند. یکم قسمش در مورد یکتاپرستی، یعنی در مورد توحید یکتاپرستی. دوم در مورد اخلاق و معامله. ولی در نزد مردم، در نزد سوید نسخه اخلاقی، یعنی نسخه سخنانی که اخلاقی و معامله بودند همون سخنان بودند. یعنی سخنان لقمان حکیم همونایش که در مورد اخلاق و معامله بود همونش در نزد مردم بودند، یعنی در مورد یکتاپرستی و الله پرستی این سخنان نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش کرد. وقتی که سوید نقل رو تمام کرد رسول خدا فرمود این سخنان بسیار خوب است ولی من از این هم بهتر را برایت میگویم. سوید تعجب کرد که بار یکم از شخصی میگوید از این هم من بهتر را برایت میگویم. یعنی هر کسی که سخنان سوید را گوش میکرد یعنی بسیار برایش معقول میشد و نمیگفت که از این هم من بهتر را شنیدم یا که برایت بهتر را نقل میکنم. ولی اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش گفت من برایت از این هم سخن بهتر را دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چند آیات قرآن را تلاوت کرد. سوید گوش کرد، در تعجب ماند، گفت این سخنان خوب است، بهترین سخن هاست و برایش معقول شد. در دلش ایمان در آمده بود ولی در آن وقت مسلمان نشد و بعد از چند مدت فکر کرد و مسلمان شد. همچنین چند نفر از قبیله خزرج به مکه آمده بودند، یعنی کسانی که از مدینه بودند از قبیله خزرج آنها به مکه آمده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها در جای نشست و برای آنها آیات قرآن را خواند. بعد از شنیدن این آیات قرآن آنها گفتند این همان پیغمبر است که یهودی ها انتظارش هستند. یعنی یهودی های اهل مدینه عرب های مدینه را تهدید میکردند که این زمانه آخران پیغمبر است و اگر برآید ما با او ایمان می آوریم، ما با او یک جا می شویم و همه شما را ما نیست میکنیم، یعنی مدینه در دست ما میماند. اهل خزرج اکنون همان پیغمبر را دیدند و شنیدند، اکنون فهمیدند که همان پیغمبر است. گفتند ما باید به این پیغمبر ایمان بیاوریم. پیش از این که یهودی ها بفهمند ما باید ایمان بیاوریم. در حال مسلمان شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را تعلیم اسلام داد، از قرآن برای آنها آموزاند و آنها به مدینه منوره برگشتند و نزد قوم خود را به اسلام دعوت کردند. اهل خزرج، اهل مدینه در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودند، منتظر بودند، ولی وقتی که اینها رفتند و گفتند ما پیغمبر را دیدیم، ایمان آوردیم و نقل کردند، اسلام تیز در بین مدینه در بین عرب ها پهن شد. 1 سال پس باز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم 12 نفر را روان کردند.
12 нафар омада буданд, имон оварда буданд, ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омаданд, байъат карданд, яъне даст доданд, ваъда карданд ки аз расули худо дифоъ мекунанд, аз амрҳои Аллоҳ ва расулаш итоат мекунанд. ин 12 нафар аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд ки ба онҳо як шахсеро равон кунанд ки علم داشته باشد، از اسلام معلومات داشته باشد، از قرآن یعنی آموخته باشد که این شخص به آنها برود و در مدینه یعنی مردم مدینه را تعلیم بدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمیر را با آنها به مدینه روان کرد. مصعب ابن عمیر یکمین سفیر اسلامی است. یعنی گویم که یکمین شخصیت که وزیر خارجی بود، وزیر خارجی مسلمان ها. مصعب ابن عمیر شب و روز در مدینه کوشش میکرد، دعوت میکرد، تعلیم میداد. یک عدد بزرگی از اهل مدینه مسلمان شدند. یعنی با کوشش های زیادی مصعب ابن عمیر یک عدد زیادی اهل مدینه مسلمان شدند و تعلیم اسلام می گرفتند. و همچنان به مکه طفیل ابن عمرو آمد برای حج. طفیل ابن عمرو از بزرگان قبیله دوس بود. در حال قریشی ها به نزد طفیل آمدند، با طفیل ابن عمرو ملاقات کردند و او را گفتند ای طفیل، در قوم ما یک نفر است، ساحر است، جادوگر است. سخنان اون را گوش نکن، او تو را جادو میکند. کسی که او را گوش کند او را جادو میکند. طفیل ابن عمرو میگوید چنان من را قریشی ها ترساندند که گوشهای خود را بند کردم. یعنی در گوشهای خود یگان پخته که یگان چی گذاشتم تا اینکه آواز کسی را نشنوم. سخت ترساندند طفیل ابن عمرو. میگوید حج میکردم. هر وقتی که حج میکردم رسول خدا را میدیدم که نشسته از قرآن میخوند. هر مراتبه که از نزد رسول خدا در وقت طواف یعنی میگذشتم به خود میگفتم ای طفیل، تو شخص هوشیار هستی، شاعر هستی، خوب را از بد فرق میکنی، از سخنان محمد چی میترسی؟ یعنی آدمی هوشیار هستی تو، اگر سخنی بد باشد یا که خوب باشد فرق میکنی. میگوید آمدم و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستم و گفتم ای محمد، با من سخن کن، چی میخواهی بگویی؟ من گوش میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تلاوت کرد. یعنی قرآن با زبان عربی است. اهل مکه هم اهل مدینه هم جزیره عرب اونها همشون عرب هستند. یعنی قرآن را میفهمند و قرآن با لهجه همونها نازل شده بود. یعنی مشکل نبود برای فهمیدنش. بعضی جاهاش برای تفسیر یعنی که حاجت بود، اما اکثر آیات قرآن با همون زبانی که آنها سخن میکنند با همون لهجه نازل شده بود. طفیل گوش کرد تا وقتی که ایمان در دلش استقرار گرفت، یعنی جا شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. شهادت میدیم که نیست معبود که مستحق عبادت باشد جز الله و تو ای محمد رسول خدا هستی، پیامبر خدا هستی. اکنون بزرگ قبیله دوس مسلمان شد. این برای اسلام پیروزی بزرگ بود که بزرگ یک قبیله مسلمان شده است. قریشی ها خبردار شدند که طفیل مسلمان شده است. آمدند و با غضب گفتند ای طفیل، آیا تو از دین اجدادانت روی گرداندی؟ اجدادانت صدها سال در این دین بودند. با سخن محمد تو از دینت برگشتی، یعنی تو کافر شدی. آنها به عربی از دینت برآمدی را کافر شدی میگویند. یعنی مسلمان شدی، نزد آنها تو کافر هستی. طفیل گفت بلکه من مسلمان شدم. و بار دیگر به قریشی ها با آواز بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله.
قریشی ها بسیار غضب کردند. این کلمه شهادت برای قریشی ها بسیار تهدید بود. از این سخن میترسیدند چطور 360 بت را در قبال یک یعنی الله ما سرنگون کنیم. این خیلی عقیده داشتند. قریشی ها تهدید کردند طفیل را، سخت تهدید کردند. طفیل گفت اگر به من یک آسیب رسانید میدانید قبیله دوس شما را آرام نمیگذارد. یعنی قبیله دوس اگر بیاید به مکه برای شما دیگر آرامی نیست. خب قریشی ها ترسیدند که بزرگ قبیله است، برای ما مشکل ایجاد می شود و قریشی ها او را گذاشتند، از نزد طفیل رفتند. طفیل به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و گفت به من امر کن یا رسول الله، من با تو بمانم خدمت کنم یا نزد قومم بروم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، به نزد قومت برو و آنها را دعوت بکن، هر چندی که میتونی کوشش کن و دعوت کن. طفیل ابن عمرو رضی الله عنه میگوید شب سفر کردم. اکنون در اینجا الله متعال برای طفیل کرامات داد. یعنی برای پیغمبر الله متعال معجزه میدهد، ولی برای شخص عادی اگر پاک باشد، نیک باشد، پرهیزگار باشد، کرامات میدهد. میگوید شب سفر کردم، تاریک بود. به اذن الله، به خواست الله رویم نور پیدا کرد. یعنی تا درجه رویم نور پیدا کرد که راه را روشنی میکرد. یعنی گفتم اگر من را مردم ببینند میگویند رویش در گرفته است، او در عذاب است. وقتی این سخن را کردم با خود، یعنی امر الله متعال همان نور به طرف راستم آمد، یعنی به دست راست یا که به طرف راست آمد و روشنی میکرد. طفیل به قبیله خود رسید، به نزد قبیله خود رسید. قومش را همه را یعنی دعوت کرد. آنها طفیل را بسیار خوب پیشواز گرفتند. طفیل گفت من به شما یک سخن مهمی دارم. من به محمد ایمان آوردم. اگر شما به محمد ایمان نیاورید با من سخن نکنید. قبیله دوس گفتند چی سخن از محمد کیست؟ درباره دین او با ما سخن کن، ما بشنویم. طفیل با آنها دین اسلام را فهماند که دین اسلام ترتیب است، نظام است، حیات و زندگی است، یگان بدی ندارد، برعکس فایده دارد. وقتی آنها سخنان طفیل را شنیدند، دعوت طفیل رضی الله عنه را شنیدند، مسلمان شدند. یعنی اکثر آنها مسلمان شدند. و بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه رفتند، قبیله دوس به نزد رسول خدا آمدند و همه آنها نزد رسول خدا آمدند و مسلمان شدند. یعنی شهادت را نزد رسول خدا باز گفتند. یعنی قبیله دوس به سبب طفیل ابن عمرو مسلمان شدند. خب در همین وقت در مدینه اسلام پهن شده بود. از مدینه 73 مرد و 2 زن برای حج آمدند و بین 73 مرد و 2 زن کسانی هم بودند که مسلمان نبودند، یعنی برای حج آمدند. مشرکین یا اینی که کسانی که مسلمان نبودند از عرب ها، آنها می اومدن حج میکردن. یعنی این یک عادت برای آنها مانده بود از زمانه ابراهیم علیه السلام. آنها یکتاپرست نبودند ولی می اومدن حج میکردن، یکتاپرست نبودند. یعنی بین این 73 مرد و 2 زن کسانی بودند که مسلمان نشده بودند ولی با قوم خود برای حج آمدند. از بین این 73 مرد و 2 زن 2 نفر را آنها به نزد رسول خدا روان کردند پنهانی، تا اینکه 2 نفر به نزد رسول خدا بیایند و وقت را معین کنند که کدام وقت پنهانی با رسول خدا ملاقات کنند و در مورد دین از اون رسول خدا سوال کنند، سخن کنند. برا ابن معرور و سعد ابن مالک
این دو صحابه به نزد رسول خدا پنهانی آمدند. سعد ابن مالک شاعر بود، شخصی بود که او را همه میشناختند. آنها نزد رسول خدا آمدند. یکم وقتی که آمدند، یعنی رسول خدا را نمیشناختند، از مردم پرسیدند محمد در کجاست؟ یکی از مردم، یکی از آدمانی که اونجا بود نشان داد که آن شخص عباس است، عمک است، عمکی محمد است و محمد با عمکش نشسته است، یعنی یکیش عباس و دیگرش محمد نشان داد. برا و سعد به نزد رسول خدا آمدند، سلام کردند. رسول خدا از آنها پرسید شما کی هستید؟ از کجا هستید؟ برای چی آمدید؟ یعنی رسول خدا هم اینها را ندیده بود، نمیشناخت. برا و سعد خود را معرفی کردند که از کجا هستند، چی نام دارند. وقتی رسول خدا نام سعد را شنید، شناخت. یعنی نام سعد را همه عرب میشناخت، نامش را یعنی میفهمید، میدانست که سعد شاعر است. رسول خدا گفت سعد تو هستی؟ تو همون شاعر هستی؟ سعد گفت بله. رسول خدا بسیار خوشحال شد، یعنی بزرگی، یکی از بزرگای مدینه آمده است، بازم اون شاعر است. شاعر میتوانست که با شعرش یعنی مردم را دعوت کند، شعر مردم را جلب میکرد با خود و شاعران مرتبه خوبی داشتند در بین مردم. برا و سعد با رسول خدا مصلحت کردند که یعنی آنها با همون قومشان که از مدینه آمدند در نزد کوه عقبه پنهانی شبانه ملاقات میکنند. خب شب شد، با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند. همشان یعنی همون 73 نفر مسلمان بودند و بین 73 نفر باز دیگرانی بودند که مسلمان نشده بودند، آنها هم آمدند. اهل مدینه گفتند یا رسول الله یگان شرطی داری، یعنی به ما گذاری، ما مسلمان هستیم، چی خدمت کنیم؟ رسول خدا فرمود بعد از این که مسلمان شدید زنا نکنید، ظلم نکنید، دزدی نکنید و دیگر شریعت اسلام را به آنها نصیحت کرد، تعلیم داد. گفتند این دین اسلام است، قبول داریم، همه این سخنان را قبول داریم. ما میخواهیم شما یعنی تو با ما به مدینه بیایی. رسول خدا را گفتند. رسول خدا فرمود اگر من آمدم از من دفاع میکنید؟ سعد ابن عباده گفت یا رسول الله اگر راضی شوی برای ما، یعنی اگر ما راضی شویم در قبال یعنی همین کاری که به تو ایمان آوردیم و دفاع میکنیم، چیز برای ما در این قبالش، چیز در عوضش برای ما چیست؟ رسول خدا فرمود برایتان جنت است. یعنی شما از من دفاع میکنید، ایمان آوردید به من، به الله متعال ایمان دارید، مسلمان هستید، در قبالش برای شما جنت است. سعد ابن عباده گفت راضی هستیم. در همین وقت بود که شخصی از اهل مکه گذر میکرد، دید که مردم جمع شدن، یکی را شناخت که از اهل مدینه است، ترسید. 73 نفر جمع شده از درگیری محمد، با صدای بلند مردم را صدا کرد ای اهل مکه شما خوب هستید، شما خوب هستید و محمد با گروهی جمع شده است، میخواهد با شما جنگ کند، یعنی یک فتنه انداخت. اعوذ بالله. سعد ابن عباده گفت ای رسول الله اگر اجازت بدهی با آنها می جنگیم. رسول خدا فرمود نه لازم نیست. قریشی ها خبردار شدند، هر کسی از هر طرف به نزد کوه عقبه می دوید. اهل مدینه هم به هر طرف تقسیم شدن رفتن و آمدن، نیست هیچ کس. در بین یعنی گفته بودیم 73 نفر کسانی بودند که مسلمان نبودند. اهل مکه یک دو نفر از آنها را دیدند، گفتند شما با محمد بودید؟ آنها گفتند نه ما نبودیم با محمد. قریشی ها چند نفر را میپرسند، همه میگویند ما با محمد نبودیم.
قریش‌ها باز هم شک داشتند که در این وقت اهل مدینه هستند، بسیارتر از همه جمع شدن از هر قبیله. کیست دیگر قبیله یعنی یک نفری، دو نفری و 10 نفری هستند. اینها از همه بسیار آمدند. کی باشد اینها؟ خب بعد از مراسم حج تمام شد، هر کسی قبیله ها با طرف قبیله خود بر میگشت، سفر میکرد، میرفت. رفتند از اهل مکه، از اهل مدینه 2 نفر، سعد بن عباده و منذر بن عمر عقیب ماندند. منذر بن عمر گریخت، توانست خود را نجات بدهد، گریخت، ولی سعد بن عباده تنها ماند. او را قریشی ها دستگیر کردند و او را در جای بستند، عذابش میدادند، میگفتند بگو شما بودید با محمد، راست بگو شما بودید با محمد. سعد میگفت نه ما نبودیم، ولی او را میزدند، او را عذاب میدادند. سعد میگوید یک شخصی را دیدم، چهره زیبا داشت، گفتم این شخص بسیار رحمدل است، یعنی فکر کرد که بسیار رحمدل است و پرسیدم ای مرد من را از اینها نجات بده، آزاد بده، برایت یک پاداش خوبی میدهم. میگوید نظر کرد با غضب و رفت. بعد میگوید فهمیدم که ابو جهل لعین بود، یعنی به شخص مراجعت کردم که او از شیطان هم دشمنیش به اسلام بسیارتر رسیده است. باز میگوید یک شخص دیگر را نشسته دیدم که به من نظر میکرد. گفت آمد به نزدم، گفت تو کسی نداری در این مکه؟ یگان رفیق نداری؟ گفتم دارم. گفت کیست؟ گفتم جبیر ابن مطعم. او در حال به نزد جبیر ابن مطعم رفت و گفت رفیقت را عذاب میدهند و تو در اینجا نشسته ای. پرسید کی؟ گفت سعد را عذاب میدهند. جبیر در حال آمد به اهل مکه سخن کرد، گفت این رفیق من است، شما حق ندارید این را عذاب دهید و او را خلاص کرد. سعد بن عباده به مدینه برگشت. مصعب ابن عمیر به رسول الله صلی الله علیه و سلم خط نوشت، یا رسول الله به مدینه بیا، در مدینه هر خانه ایمان آورده است و هر خانه تو را منتظر است. اکنون وقت رسیده است که تو باید به مدینه برگردی، همه تو را انتظار هستند. یعنی مقصدش یهودیان نبود، مقصدش فقط اهل مدینه عرب ها بود. یهودی ها ایمان نیاورده بودند، 1-2 نفر در زمانه‌ای که رسول خدا به مدینه آمد ایمان آوردند، ولی در آن وقت ایمان نیاوردند. اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که مدینه برای استقبال پیشوازگیری مسلمان ها تیار است. یعنی اگر مسلمان ها را به مدینه بفرستد، اهل مدینه به تردید، به شک مسلمان ها را پیشواز میگیرند، آنها را تأمین میکنند، از آنها دفاع میکنند. یعنی جای خوبی برای مسلمان ها تیار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد، فرمود هر کسی که قوت توانایی هجرت را دارد پس هجرت کند. اولین شخصی که هجرت کرد به مدینه بعد از مصعب این ابو سلمه بود. ابو سلمه رضی الله عنه به مدینه هجرت کرد و باز دیگر صحابه ها پنهانی هجرت میکردند. عمر رضی الله عنه خود را تیار کرد برای هجرت، لباسهای خوب پوشید و به نزد کعبه آمد و طواف کرد. یعنی ناترس، نمیترسد از هیچ کس. قریش ها نشسته نظر میکردند، عمر رضی الله عنه طواف میکرد در گرد کعبه. هر وقتی که به نزد قریش ها میگشت گذر میکرد، میگفت روی های شما سیاه باد. اگر کسی میخواهد که مادرش او را گم کند یا فرزندانش یتیم شوند، پس از پشت من بیاید. یعنی کسی میخواهد که کشته شود، وقتی که من در اسب یا در شتر خود سوار میشوم
و به مدینه هجرت میکنم، کسی میخواهد که فرزندانش یتیم شوند یا اینکه مادرش از او جدا شود، پس به نزد من بیاد، او را من میکشم. همه ترسیدن، یگان کسی از جایش نمیخیست، یگان کس از جایش حرکت نمیکرد. و عمر رضی الله عنه سفر کرد. صحابه ها پنهانی هجرت میکردند، برای چی که اگر قومشان میفهمیدن آنها را دستگیر میکردند و نمیگذاشتند که هجرت کنند. ابوبکر رضی الله عنه هم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله به من اجازت میدی هجرت کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابوبکر انتظار شو، شاید الله با تو شخصی را به مدینه بفرستد، یعنی با تو یک نفر را رسول الله متعال اختیار کند که با تو هجرت کند، انتظار شو. ابوبکر رضی الله عنه اطاعت کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را. نمیدانست که کیست اون شخصی که با او هجرت میکند، ولی بسیار آرزو داشت که همان شخص رسول خدا باشد. ابوبکر رضی الله عنه 2 شتر را تیار کرد، 2 شتر را با همه چیزهایش، با خورد و خوراک و با همه چیزی که به یک آدم لازم است تیار کرد، تا اینکه کسی که با ابوبکر هجرت کنند، یعنی هر دوشان با شتر یعنی تأمین باشند، یگان چیزی احتیاج نداشته باشند، یعنی هجرت کنند. ابوبکر رضی الله عنه بعد از مدت یک چند روزی گذشت، باز نزد رسول خدا آمد. به طاقت بود کی باشد اون شخص که با من هجرت کند، آرزو داشت که رسول خدا باشد. آمد گفت یا رسول الله به من اجازت میدی که هجرت کنم؟ رسول خدا فرمود انتظار شو، شاید الله با تو شخصی را روان کند برای هجرت. چند مدتی گذشت، باز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. یا رسول الله به من اجازت میدی هجرت کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابوبکر انتظار شو، شاید الله برایت شخصی را روان کند که با تو هجرت کند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الله را منتظر بود، یعنی نمیتوانست خود از خود خیزد و هجرت کند، باید که امر الله شود و بعد هجرت کند. برای همین امر الهی را هجرت میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی در کارش چی در سخنش همه وقت از پیش خود سخن نمیکرد، امر الهی را چیز میکرد، منتظر میشد. ان شاء الله تعالی در نواری بعدی دوام قصه را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.